بسم الله الرحمن الرحیم. خب جلسه هفتم نظریات دموکراسی سازی رو در خدمتتون هستیم و خب در جلسه پیشین به بخشی از نظریاتی که بر روی مسئله فرهنگ و دموکراسی تاکید می‌کرد، یعنی نظریه اینگلهارت پرداختیم. به این جلسه هم بخشی از نگاه‌های لری دایموند رو بررسی می‌کنیم و همچنین به اثر آلموند و وربا می‌پردازیم. خب اگر خاطرتون باشه اون مسیری که ما تا اینجا رفتیم تو نظریات دموکراسی سازی 3 بخش اصلی وجود داره: نظریات ساختارگرا، نظریات کنشگر محور و نظریاتی که هم به ساختار و هم به کنشگر میپردازن. در نظریات ساختارگرا که تا اینجا به اونها پرداختیم، یک خانواده ای از نظریات مطرحه که اونها رو میشه نوسازی، مدرن سازی یا چیزایی از این دست دونست. تو این نظریات هم ما شاهد 2 دسته اصلی بودیم: نظریاتی که مبنای تغییر رو توازن طبقاتی میدونستن، چه برینگتون مور که طبقه سرمایه‌دار رو عامل دموکراسی سازی میدونست، چه نظریاتی که طبقه کارگر رو عامل میدونستن، چه طبقه متوسط رو عامل میدونستن، و دسته دیگری از نظرات که مسئله رو فرهنگی میبینند. به نظریه اینگلهارت یعنی تغییرات فرهنگی حاصل از صنعتی شدن جوامع رو عامل دموکراسی سازی میدونه. ما به نظریات اینگلهارت اشاره کردیم و نظریه لری دایموند و نظریه وربا و آلموند رو در این جلسه مورد بررسی قرار میدیم. خب ابتدا باز دوباره مرور کنیم که ما از همون جلسه اول 2 دست تعریف‌های از دموکراسی رو از هم تفکیک کردیم: تعریفی که رقابت رو محور تعریف دموکراسی میدونه و تعریفی که مشارکت و آزادی رو علاوه بر رقابت بهشون تاکید داره. لری دایموند تعریفش از دموکراسی این تعریف دومه که مشارکت و آزادی محوره، اما آلموند و وربا همون دموکراسی حداقلی مبتنی بر رقابت رو مورد توجه قرار میده. یه معرفی این دوتا رو بکنیم. خب گابریل آلموند متولد 1911 و سال 2002 درگذشته، فرزند مهاجران یهودی از اوکراین روسیه است. والدینشون یکی اوکراینی و یکی روسیه، ولی خودش در ایالات متحده به دنیا اومده. در طول جنگ جهانی دوم توی مؤسسه‌ای کار میکرده که محورش مطالعات تبلیغاتی دشمن بوده، روی این موضوع کار میکرده و بعدتر استاد علوم سیاسی در بسیاری از دانشگاه ایالات متحده میشه. اما خب شاگردش که تو این زمینه با اون همکاری میکنه 1932 به دنیا اومده و در سال 2019 فوت کرده. متولد نیویورک و همراه با استادش این کتابی رو می‌نویسه که مورد اشاره ما تو این جلسه است و بسیار تحت تاثیر استادشه و بر اساس این کتاب و تا انتهای عمر هم بر همین اساس بر روی پژوهش در مشارکت سیاسی کار میکنه و برای دوره زمانی طولانی مسئول کتابخانه دانشگاه هاروارد.
کتابی که مورد توجه این جلسه ماست و نظریه این دور بر مبنای اون ارائه میکنیم کتاب فرهنگ مدنیه که در سال 1963 منتشر شده. خب بحث رو این دو از اینجا آغاز میکنن که صنعتی شدن جوامع تغییرات فرهنگی رو ایجاد کرده. در عرصه سیاسی یکی از خروجی‌های برجسته این تغییرات فرهنگی انفجار مشارکته. یعنی در دنیای پیشا مدرن ما شاهد مشارکت سیاسی جدی کشورهای مختلف، مردم جوامع مختلف نیستیم، اما در دنیای مدرن میبینیم که با یک انفجاری از مشارکت روبرویم. اما این انفجار مشارکت در جوامع مختلف به صورت گوناگونی اتفاق افتاده. یک مدل از مشارکت منفعل و بسیط شونده است که منطبق با سیستم های توتالیتر. این سیستم ها جوامع رو به نفع خودشون در راهپیمایی ها، در انتخابات ها برای حمایت از خودشون بسیج میکنن و جامعه در برابر حاکمیت تمامیت خواه کاملا منفعله. و مدل دیگر شهروند دارای نفوذ در تصمیم سازی های سیاسیه که این مدل مشارکت هست که بر دموکراسی و دموکراسی سازی مؤثره. و خب این نوع از فرهنگ سیاسی هست که به نظر میرسه منطبق با دموکراسی باشه. خب اگر بخوایم فرهنگ‌های سیاسی رو دسته‌بندی بکنیم باید از چند جهت بهش توجه کرد. یکی این که جهتگیری‌های جامعه بر 3 اساس ممکنه باشه. آیا شناخت وجود داره نسبت به یک مسئله یا نه؟ حس افراد جامعه نسبت به اون مسئله چیه و قضاوتشون چیه؟ اصلا آیا دولت رو، سیاست رو، احزاب رو به عنوان مثال میشناسن؟ حس مثبت یا منفی دارن و قضاوتشون، نگاهشون، بررسیشون مثبته یا نه؟ و حالا چیزهایی که مورد توجه هم 3 دسته است. یکی کلیت حکومت که در این رابطه خب شناخت، احساسات، قضاوت چیه؟ دوم که ورودی و سوم خروجی. منظور از ورودی اون بخشیه که پیگیری مطالبات از طریق احزاب، سازماندهی مدنی، رسانه ها، فشاری که از سمت جامعه به حاکمیت برای سیاست گذاری وارد میشه و خروجی اون بوروکراسی ها، ساختارها و تصمیم گیری ها و اون چیزی که از حاکمیت به عنوان قوانین و حاصل این ساختارها و بوروکراسی ها، تصمیم گیری ها خارج میشه. این هم بخشی از نظام سیاسی. هر کدوم از این 3 تا یعنی کلیت حکومت، ورودی و خروجی، بخش‌های جامعه ممکنه شناخت، احساسات و قضاوت‌های متفاوتی نسبت بهش داشته باشن و بر این اساس ما میتونیم فرهنگ‌های سیاسی رو دسته‌بندی کنیم. به چه صورت؟ ما به 3 نوع بنابر پژوهش آلمان و بربا ما با 3 نوع فرهنگ سیاسی مواجهیم. یکی فرهنگ سیاسی محلیه. خب تو این جامعه عموما مسئله همون مؤلفه اوله، شناخت اصلا نسبت به کلیت نظام سیاسی. خیلی نظام سیاسی در
این فرهنگ محلی شناخته شده نیست. جامعه بیشتر گرایش داره به ساختارهای محلی و اصلا انتظارات سیاسی گسترده‌ای نسبت به حاکمیت نداره و تو این جامعه عموما نقش‌های تخصصی جدی هم وجود نداره. اما مدل این برای اینکه یه تصویری بیاد تو ذهنمون میتونیم مثلا ایرانیان دوره قاجار رو یا پیش از اون رو که عموما در یک فرهنگ روستایی یا ایلاتی عشایری دارن زندگی میکنن، نمیدونن چه کسی پادشاه، چه انتظاراتی میشه از سیستم حاکمیت داشت و غیره، رو در این فرهنگ محلی تعریف کرد. نوع دوم فرهنگ سیاسی تابع. شناخت سیاسی اینجا متفاوت میشه، نسبت به حاکمیت شناخت وجود داره، اما بیشتر گرایش به خروجی هست تا ورودی. گرایش به اینه که حاکمیت بتونه کارکرد داشته باشه در خروجیش تا اینکه مشارکت احزاب و نقش جریان‌های سیاسی وجود داشته باشه یا رسانه‌ها وجود داشته باشه. و بیشتر ما شاهد احساسات سیاسی مثبت یا منفی هستیم. در فرهنگ سیاسی مشارکتی شناخت وجود داره، اما گرایش بیشتر به سمت ورودیه تا خروجی و دنبال نقش بازی کردن اون جامعه که دارای فرهنگ سیاسی مشارکتیه. گرایش به نقش بازی کردن در درون عرصه سیاست داره و احساسش نسبت به کنشگری ها احساس مثبتی. خب حالا اگر بخوایم حدس بزنیم که کدوم یکی از اینها برای دموکراسی مناسبه، احتمالاً شما هم میتونید حدس بزنید که خب مشارکتی قاعدتاً برای دموکراسی سازی مثبت تره. اما بریم یکم جلوتر. اینها آلماند و وربا معتقدن که نه، فرهنگ سیاسی مناسب برای دموکراسی فرهنگ سیاسی مدنیه و این فرهنگ سیاسی مدنی حاصل ادغام فرهنگ محلی تابع و مشارکت. اما چرا مشارکتی نه؟ چرا ترکیب این فرهنگ هاست که برای دموکراسی سازی فرهنگ مدنی سیاسی مدنی رو میسازه و برای دموکراسی سازی مناسب؟ خب دموکراسی نیاز به دو جنبه داره. یه حکومت دموکراتیک، یکی این که اون حکومت باید قدرتمند باشه از سوی و از سوی دیگه باید پاسخگو باشه. در ابتدا این دوتا به نظر متناقض میرسه، یعنی خب وقتی قدرتمند باشه پاسخگو نیست و پاسخگویی هم به معنای عدم وجود قدرت. خب این دوتا مؤلفه یک تنش ایجاد میکنه که باید نیاز به مدیریت داره. این تنشه رو معمولا نظریه پردازان به دو مدل به دنبال حلشن. یکی نظام رقابت حزبی دموکراتیکه و یک سیستم ساختاری براش تعریف میکنن. و مدل دوم که اینجا بحث فرهنگیه و مورد توجه، مسئله فرهنگ مدنی. به چه معنا؟ خب بخشی از جامعه و نوعی از گرایش فرهنگ سیاسی وجود داره که فرهنگ تابعه، که دنبال تبعیت از خروجی های سیستمه
و این برای سیستم ایجاد قدرت میکنه و بعد دیگه فرهنگ مشارکتیه که حالا به دنبال پاسخگو کردن این سیستمه، به دنبال تقویت رسانه است، به دنبال مشارکت سیاسی، به دنبال نقش بازی کردن احزاب به این حاکمیت پاسخگو میکنه و به این معنا ترکیب این دو فرهنگ سیاسی هست که دو مؤلفه قدرت و پاسخگویی رو در درون یه حکومت جا میاندازه و تبدیلش میکنه به دموکراسی. آلماند و وربا تو پژوهشی که انجام دادن و کتابی که نوشتن اومدن 5 کشور رو در پایش‌های مختلف و نظرسنجی‌های مختلف وضعیت فرهنگیشون رو در سوالات جزئی مورد بررسی قرار داد و 2 کشور رو نمونه‌های فرهنگ مدنی میدونن، یکی ایالات متحده و یکی بریتانیا. در این کشورها توازنی بین فرهنگ مشارکتی و فرهنگ تابع وجود داره که بنابراین میشه فرهنگ مدنی دونست. اما در ایالات متحد توازن یه مقدار در درونش وزنه فرهنگ مشارکتی سنگین‌تره و در بریتانیا بالعکس یه مقدار وزن تابع بیشتره، اما در هر دو این کشورها تقریبا سطحی از اعتدال وجود داره. اما در کشوری مثل آلمان توازن به نفع تابع، فرهنگ سیاسی تابع، که خب این برای ما یادآور تجربه یه سیستم توتالیتر در آلمان هست. مردم این کشور عموماً شناخت سیاسی بالایی دارن، اما تمایل به ورود سیاسی، به بخش ورودی سیاست و نظام سیاسی شون کمه. در ایتالیا هم در ورودی هم در خروجی یک احساس بیگانگی با سیستم وجود داره و در مکزیک خب بخشی از جامعه که خب جامعه روستایی عموما و در کلانشهرها تعریف نمیشه، ارتباط و شناختش نسبت به حاکمیت کمه، اون فرهنگ محلی در درونش جدیه و در این حال تمایل به ورودی هم به صورت قوی وجود داره. خب یک نکته‌ای که مطرح میکنن اینه که درسته که ما در جوامع ممکنه تمایل به مشارکت بالا باشه، ما معمولاً سازمان‌های سیاسی بخش عمده‌ای از جامعه در درونشون حضور ندارن. یعنی شاید تمایل به مشارکت سیاسی در یک جامعه 30% 40% اون جامعه تمایل به مشارکت داشته باشه، اما در عمل درصد خیلی اندکی از جامعه دست به مشارکت سیاسی جدی بزنن، در احزاب حضور داشته باشن یا غیره. دوتا چه خروجی ایجاد میکنه؟ یک چیزی تعریف میکنن این نظریه پردازان تحت عنوان ذخیره نفوذ، یعنی اون پتانسیلی که در درون جامعه برای مشارکت سیاسی وجود داره که فعال نشده و این رو عامل مؤثری در دموکراسی سازی میدونن، چون یه فشاری برای
نفوذ و اثرگذاری داره. اما اگر این ذخیره نفوذ خیلی بالا هم باشه، یعنی شکاف بین ادراک و رفتار شهروندان به صورت زیادی افزایش پیدا کنه، این اثرگذاریش عکس میشه و منفی خواهد شد. نکته بعدی که این نظر پردازان بهش اشاره میکنن اینه که فرهنگ سیاسی مدنی رو دارای صفت اعتدال میدونه و در دو جنبه این رو مطرح میکنه. یک مسئله قطبی شده. از سوی ما نیاز به رقابت سیاسی داریم، یعنی باید جامعه تا حدی قطبی باشه، و از سوی دیگر نیاز به پتانسیل حل مسالمت آمیز داریم. پس نیاز به سطح اعتدالی از قطبی شدن محدود داریم. این مسئله در یک جنبه دیگه، این مسئله اعتدال باز برای صدق میکنه. خب در تناسب نگاه عاطفی به سیاست و نگاه عقلانی به سیاست مسئله همینطوره. اگر خیلی سیاست رو فهم عقلگرایانه‌ای و منفعتی بهش داشته باشن کنشگران، خب با هر تغییر جایگاه منافع ما شاهد بی‌ثباتی هستیم و ممکن نگرانی هایی ایجاد بشه از تغییرات ناگهان. از سوی دیگه اگر باورها خیلی عاطفی و عمیق مانند باورهای دینی و بنیادگرایانه باشه، احتمال اینکه جریان‌های سیاسی مختلف دست به ریسک بزنن و میزان مشارکت بخش‌هایی که بار عاطفی مشارکت درشون سنگینه افزایش پیدا کنه، زیاد بشه، این نظم و اعتدال طبیعی رو به هم میزنه. پس ما یک ضرورت دیگه هم در بعد تعهد عاطفی و عقلانی رو شاهدش هستیم. خب فرهنگ مدنی اصلا چطور محقق میشه از نظر این نظریه پردازان؟ یک مسیر طبیعی تدریجی هست که کشورهای مثل همون ایالات متحد و بریتانیا طی کردن، یعنی توسعه تدریجی سیاسی که به مرور فرهنگ مدنی رو ساخته. اما قاعدتاً همونجور که خود این نظریه پردازان اشاره میکنن و بهش تاکید میکنن، این مسیری که در طول چند سده برای کشورهای مثل بریتانیا، ایالات متحده و سایرین اتفاق افتاده، برای کشورهای در حال توسعه در اواخر قرن 20 و اول قرن 21 قابل تحقق نیست و اینها این مسیر چند سده‌ای کشورهای توسعه یافته رو، کشورهای دموکراسی های مجول رو به مرور، به سرعت باید محقق کنن، نه به مرور. خب بنابراین یه سری مؤلفه ها رو نام میبرن که احتمالاً، البته اینا حدس، اینا گمان زنیه، که میتونه بر ایجاد فرهنگ مدنی کمک کنه. یک بود آموزش،
خب تحصیل با شناخت سیاسی و تمایل به مشارکت سیاسی و احساسات مثبت به بعد ورودی سیاست متناسبه. پس با افزایش آموزش سیاسی، آموزش عمومی، فرهنگ مدنی هم تقویت خواهد شد طبیعتا. دوم، ایجاد کانال‌های جامعه پذیریه. فرهنگ در درون فضاهای مناسب هست که تقویت میشه. اگر افراد در مشاغل مدرن تعریف بشن، یا سازمان‌های مردم نهاد، احزاب و غیره حضور پیدا کنن، در درون همین محیط ها به مرور فرهنگ مدنی رو هم خواهند آموخت. سوم، وجود رویدادها و شخصیت‌های متحد کننده. اشاره کردیم که در مکزیک با وجود اینکه سطح شهرنشینی و توسعه از سایر کشورها پایین‌تر بود، تمایل به بخش ورودی سیاست بالا بود و این خودش تأثیر انقلاب تاریخی که مردم مکزیک تجربه میکنن در قرن 20 و این پایش ها چند دهه، 4-5 دهه با اون انقلاب تاریخی بیشتر فاصله نداره و خود این رویداد متحد کننده تأثیری بر تمایل به مشارکت سیاسی داره. و باز هم این وسط تجربه توسعه سیاسی تدریجی بالاخره نقش بازی میکنه. بریم سراغ نظریه پرداز دیگه. لری دایموند متولد 1951 در ایالات متحده. در 1980 دکترا جامعه شناسی از استنفورد میگیره، استاد جامعه شناسی دانشگاه و مشاور سیاسی هست. به طور مثال مشاور دولت انتقالی عراق بوده، با وزارت خارجه ایالات متحده، بانک جهانی، سازمان ملل و غیره کار کرده. سردبیر نشریه ژورنال آف دموکراسی هست، یکی از نشریات سیاسی برتر و به خصوص یکی از 2-3 نشریه برتری که روی موضوع دموکراسی سازی کار میکنه. تا سال 2022 از دهه 90 سردبیر این نشریه بوده و آثار بسیاری در زمینه دموکراسی و دموکراسی سازی و افول دموکراسی داره. به یکی از منابعی که ما تو این جلسه بهش اشاره میکنیم یک کتاب 4 جلدیه که او به صورت مشترک با مارتین لپست و لینز بهش میپردازه، کار کرده و البته ما بخشی از خروجی این کتاب رو بهش میپردازیم. اول نسبت اون رو دایموند رو با نوسازی مشخص کنیم. خب اون چیزی که شاهدش هستیم از نظرشون بین مدرن شدن، سنتی شدن و دموکراسی سازی یه همبستگی هست. اما پیشنهاد میکنه به جای سایر نظریه پردازان که مثل لیپست میان روی شهرنشینی یا ارتباطات یا میزان اشتغال در صنعت، میزان استفاده از تلویزیون و تلفن، میزان پول و غیره لیپست کار میکنه، یا بسیاری از نظریه پردازان که تولید ناخالص داخلی رو ملاک مدرن شدن میبینن، بیایم روی شاخص توسعه انسانی رو ملاک قرار بدیم. یعنی علاوه بر بعد اقتصادی، تحصیل و
بهداشت رو هم لحاظ کنیم و توی مقاله‌ای که بررسی میکنه نشون میده که شاخص توسعه انسانی همبستگی بیشتری از تولید ناخالص ملی و تولید ناخالص داخلی با دموکراسی داره. نکته دیگه‌ای که توی یکی از مقالاتش بررسی میکنه اینه که خب ما شاهد این هستیم که صنعتی شدن جوامع با دموکراسی همبستگی داره، اما توی یک بازه‌های زمانی این همبستگی افزایش پیدا کرده و توی یک بازه‌های زمانی این همبستگی از دهه 60 میلادی که این نظریه، اواخر دهه 50 میلادی که این نظریه مطرح میشه تا زمانی که لری دایموند این مقالات رو می‌نویسه، نشون میده که آقا در بازه‌های زمانی این همبستگی افزایش پیدا کرده و در بازه‌های کاهش پیدا کرده و از سوی دیگه در سطوح پایین توسعه خب این همبستگی بیشتره. یعنی وقتی از سطح پایین توسعه به سطح متوسط که کشور میرسه، تأثیر این مدرن شدن، توسعه صنعتی بر دموکراتیک شدن بسیار بیشتره تا یک کشور متوسط رشد بالایی پیدا کنه. و از سوی دیگر در دهه‌های پیشین تأثیر صنعتی شدن بر دموکراتیک شدن بسیار بیشتر بوده تا دهه 90 و اوایل قرن 21. یه نکته دیگه ای هم که در این رابطه اشاره میکنه اینه که نوسازی، وقتی ما از نظریه نوسازی صحبت میکنیم، به این معنا نیستش که ما میتونیم یه رابطه خطی تعریف کنیم یا یک پیشبینی قطعی داشته باشیم که چه کشوری در چه زمانی با توجه به صنعتی شدنش به دموکراسی گذار خواهد کرد. اما اصلا مکانیسم این دموکراتیک شدن بنابر نظریه مدرن سازی چی هست؟ خب مدرن سازی تغییرات فرهنگی ایجاد میکنه، تغییر تناسب طبقاتی ایجاد میکنه، جامعه مدنی رو تقویت میکنه، از لحاظ اقتصادی هم خب اون رم مزلو هست، امکان تدریجگرایی رفرمیستی رو ایجاد میکنه. وقتی از لحاظ اقتصادی جامعه وضعش بهبود پیدا میکنه دیگه دنبال زود و به زور خواستن نیست. تمام این مؤلفه‌ها اثرگذاره. خب ما تغییرات طبقاتی و مسئله فرق شدن طبقه متوسط و غیره رو بررسی کردیم تو سایر نظریات. تقویت جامعه مدنی رو مطرح کردیم. این بحث اقتصادی رو در نظریه مارتین لوپست و تدریجی‌گرایی رفرمیستی و هرمان مزلو رو در جلسه دوم در نظریه مارتین لوپست تا حدود زیادی بررسی کردیم. اما بعدی که از نظریه لری دایموند که تو این جلسه بیشتر میخوایم بهش بپردازیم، همین تغییر فرهنگی هست. برای فرهنگ دموکراتیک چند مؤلفه رو نام میبره. یکی این که خب فرهنگ دموکراتیک فرهنگیه که در درون اون جامعه عموماً سیستم دموکراتیک رو، حکمرانی دموکراتیک رو بهترین مدل حکمرانی ممکن بدونه. خب خیلی واضحه گرایش به دموکراسی بخشی از فرهنگ دموکراتیک در نظر گرفته باشه. مؤلفه دوم مدارای با مخالف. مؤلفه سوم تمایل به سازش و توافق با مخالفه که خودش نیازمند سطحی از عملگرایی و انعطاف پذیریه. مؤلفه چهارم اعتماد به محیط سیاسیه. مؤلفه پنجم
اعتدال در مواضع سیاسی. مؤلفه ششم فهم کارآمدی مبتنی بر برابری، یعنی این سیستم برابری سیاسیه که امکان کارآمدی به سیستم. خب این مؤلفه ها رو مارتین لوپس الاری دایموند به عنوان مؤلفه های سیستم فرهنگ دموکراتیک ازشون نام میبره. نکته دیگه‌ای که مطرح میکنه و شاید مشابه باشه با بخشی از نظریه آلموند و بربا اینه که فرهنگ دموکراتیک رو به عنوان فرهنگ اعتدال ازش نام میبره. اعتدال بین وجود تضاد از یک سو و وجود اجماع، اینکه همه جامعه قرار نیست یک دست اجماع پیدا کنند، باید تضادهایی هم در درونشون وجود داشته باشه و از اون سو هم قرار نیست یک تضاد و درگیری یه مداوم، یک قطبی شدن شدید وجود داشته باشه و در عین این تضادها جامعه باید بر سر نکاتی اجماع هم داشته باشه. اعتدال بین مشارکت و انفعال در درون جامعه، بین بسیج مردمی و آشتی نخبگان، بین اعتراض و وفاداری. این اعتدال، این فرهنگ اعتدال و میانه این دو ایستادن جامعه است که امکان دموکراسی رو و دموکراسی سازی رو فراهم میکنه. از سوی دیگه فرهنگ مدنی خودش ناشی از 3 مؤلفه برجسته است. یکی افزایش اعتماد بین فردی در درون جامعه، دوم افزایش رضایت از زندگی شهروندان و سوم وجود همین اعتدال سیاسی. خب اینها همشون هم تحت تأثیر همین مدرن سازی هم. یعنی وقتی یک جامعه از لحاظ صنعتی و اقتصادی توسعه پیدا میکنه، سطح اعتماد بین فردی هم بیشتر میشه، رضایت از زندگی هم بیشتر میشه و اعتدال سیاسی هم بیشتر میشه و اینها زمینه ساز ایجاد فرهنگ مدنی خواهند بود. اما این تغییرات فرهنگی در درون جامعه ممکنه به 3 طریق اتفاق بیفته. یکی این که یک جامعه‌ای پیشتر دارای فرهنگ و هنجارهای دموکراتیک بوده، تحت شرایطی یک خاکی بر روی این فرهنگ نشسته و حالا تحت تأثیر تغییرات فرهنگی این گرد و خاک رو پاک میکنیم و احیای هنجارها و ترجیحات دموکراتیک خفته اتفاق میفته. اون چیزی که ما میبینیم در اروپای شرقی اتفاق میفته، اینها سطحی از فرهنگ دموکراتیک رو داشتن و این فرهنگ دوباره احیا میشه. مدل دوم اینه که این تغییرات در درون توده اتفاق بیفته و فرهنگ توده تحت تاثیر قرار بگیره و تغییر کنه آرام آرام. و سوم مدل تغییر در باورهای نخبگان سیاسیه
که این شامل باور به مطلوبیت دموکراسی ممکنه باشه، یعنی بخشی از نخبگان باور کنن که بهترین مدل حکمرانی دموکراسیه. دوم این که دنبال ارزش‌های دیگه‌ای باشن، دنبال مثلا قدرتمند شدن کشور، ثروتمند شدن کشور باشن و برای تحقق این ارزش‌ها حس کنن نیاز هست که دموکراسی در درون کشور اتفاق بیفته. و سومین مدلی که ممکنه این تغییر رو ایجاد کنه اینه که بخشی از نخبگان بپذیرن که اقتدارگرایی صرفاً به عنوان یک مرحله موقت قابل پذیرشه و باید به دنبال بازگشت به دموکراسی بود. این در بسیاری از برخی از اقتدارگرایی نظامی اتفاق میفته. کودتاگران به این جنبندی میرسند که بهتره به سمت بازگشت به دموکراسی برن. این خیلی برجسته و مهمه که دست کم بخشی از نخبگان حاکم به یکی از این دلایل بپذیرند که دموکراسی مطلوبه یا نیازمند دموکراسی هست. خب کدوم مهمتره؟ این تغییرات فرهنگی درون نخبگان مهمتره یا در درون توده مهمتره؟ لری دایموند تأکید میکنه که تغییرات فرهنگی در نخبگان مهمتره از توده، هرچند که تغییرات در درون توده هم دارای تأثیره. چرا نخبگان مهمتره؟ یکی این که خب نخبگان سیاسی معمولاً باورهای دقیقی دارن، مشخص تکلیفشون با خودشون در حوزه های. و دوم این که قدرت اینها و اثرگذاری، چون بخشی از قدرت حاکمیت رو در دست دارن، اثرگذاری اینها بیشتره و وقتی باورهاشون تغییر میکنه احتمال تغییر و اثرگذاری بیشتر نیست هست. اما چرا میگیم پس با این حساب توده دارای تاثیرن؟ یکی اینکه خود این توده بر نخبگان موثرن. اینها که فشارشون، باورهاشون، چانه‌زنی‌هاشون بر نگاه‌های نخبگان سیاسی اثر می‌گذاره. دوم که نخبگان ترکیب پایدار ندارن و هر روز ممکنه یک تغییراتی در نخبگان حاکم اتفاق بیفته، ولی جامعه مشخصه و در نهایت این جامعه است که تعیین کننده. و در مرحله سوم، در مسئله سوم اینه که شاید توده در مراحل اولیه دموکراسی سازی تأثیر کمتری داشته باشه، اما تأثیر در مرحله تثبیت دموکراسی، این که توده دارای فرهنگ دموکراتیک بشه، بسیار برجسته است. یه نکته رو اینجا اشاره میکنه اینه که خب تأثیر توده خیلی بستگی داره به این که جامعه مدنی در درون این کشور چقدر تقویت شده باشه. هر چقدر جامعه مدنی قوی تر باشه، یعنی جامعه قوی تره و میتونه نقش بیشتری بازی کنه، پس باورهاش هم مهم تره. یه جامعه مدنی قوی باعث افزایش تأثیر فرهنگ سیاسی توده میشه. نکته دوم این که بهش تأکید میکنه اینه که یگانه، گفتیم آقا نوسازی رو بسیار مهم میدونه،
اما پیش بینی کننده نمیدونه، یک مسیر خطی نمیدونه. به اینجا هم بحث رو تکمیل میکنه. نوسازی و صنعتی شدن جوامع پیش شرط نیست، به یک پیش شرط برای دموکراسی سازی نام میبره: تعهد بخشی از نخبگان سیاسی به دموکراسی. اگر در درون هیئت حاکمه بخش‌های دموکراسی خواهی وجود نداره، بخش‌های مطالبه گر تغییر و دموکراسی سازی وجود نداره، اون جامعه شانسی برای دموکراسی سازی نیز نداره. خب تو این جلسه هم ما نظریاتی که دو نظریه‌ای که خب یه محورهای مشترکی مثل اعتدالگرایی هم توشون وجود داشت و تأکیدشون بر فرهنگ سیاسی برای دموکراسی سازی بود رو بهشون اشاره کردیم و فکر میکنم الان ما تقریبا نظریات نوسازی رو نسبت بهشون یه جنبندی رسیدیم و حالا میتونیم از جلسات بعد بریم سراغ نظریات کنشگر محور و نظریاتی که بیشتر در میان مؤلفه های که محور رو کنشگر میدونن و یا ساختار میدونن بریم سراغ اونها. خب خوبیش اینه که ما الان میتونیم نظریات، نگاه هایی که تو جامعه ما بعضن مطرح میشه رو بدونیم که تو چه حول و حوشی میشه یک نظریه، یک نگاه رو به نفع دموکراسی دونست. خب قاعدتا تو نظریات ساختارگرایی که مرور کردیم، هیچ کدوم از این نظریات حامی تخریب جامعه مدنی یا تضعیف وضع اقتصادی کشور یا تحریم و نابود شدن منابع و ظرفیت‌های یک کشور نیست. به هیچ نظریه‌ای نمیگه از ویران شدن یک جامعه دموکراسی در میاد و این نگاه ها رو ما میتونیم بگیم که هیچ نظریه پردازی بهشون باور نداره و یه حول و حوشی از نگاه های مختلفی که به دموکراسی سازی در عین تفاوت های بسیاری که در درونشون وجود داره دستمون اومده. حالا تو نظریات کنشگر محور هم وقتی مروری داشته باشیم، خب این جنبندی بهتر و گسترده تری خواهد شد. امیدوارم که مفید بوده باشه و دوستان رضایت داشته باشند تا اینجا.